آقا سلام، چه خبر؟ خوبین؟ سلامتین؟ من جوادم و اینجا هم کانال دارک نایته. چه خبره؟ آقا خیلی وقت ما ویدیو نذاشتیم. فکر کنم اولین ویدیویی که توی امسال گذاشتم مال تقریبا فکر کنم ماه، اگه اشتباه نکنم، یا ژانویه بود یا فوریه. الان هم که دسامبر و آخر سال 2023. خب آقا خلاصه برگشتم با یه ویدیوی جدید و به قول کیولیپای با تم جدید. خوابگاه. بله، خوابگاه صنعتی اصفهان. و از اصفهان من دارم برای شما ویدیو میگیرم. البته خب خیلی هم مهم نیست. و خب حالا بچه‌ها توی سال 2023 یه سری بازی ها و انیمیشن جدیدی اومد که خب من از بین اینا خب طبیعتاً راجع به مورتال کمبت میخوام صحبت کنم. مورتال کمبت 1، این بازی جدیده که تازه اومده و کلا میخوام زیر و بمش رو تقریبا بهتون بگم، چه مزایایی داره چه معایبی داره، این چیزا رو قراره بهتون بگم. و اینکه خب این کارم میخواستم اون اوایل که کار کانالمو شروع کرده بودم 2-3 سال پیش، میخواستم این کار رو برای مورتال کمبت 11 انجام بدم که خب جور نشد. اگه بخواید بعد از این ویدیو راجع به اونم صحبت میکنم. خب و اینکه بچه‌ها پاندای کنفو کار 4 هم داره میاد. الان که من این ویدیو رو براتون دارم میگیرم 21 دسامبر، اگه اشتباه نکنم فکر کنم 8 مارچ سال 2024 قراره انیمیشن عرضه بشه. حالا یه سری چیزایی رو من سعی میکنم در انتهای ویدیو در مورد این انیمیشن بهتون بگم. و اینکه آره دیگه، بریم چیکار ویدیو. خب اول از همه بذارید بهتون بگم که این داستان اومدن مورتال کمبت جدید از کجا شروع شد. ادبون یه توییتی گذاشته بود داخل پیجش و گفته بود که دوست دارید چه بازی براتون بسازیم. 4 تا گزینه گذاشته بود. یکیش گفته بود بازی مارول، 2 بازی مارول علیه دیسی، 3 بازی اینجاستیس 3 و 4 مورتال کمبت جدید. ولی خب با این که الان مورتال کمبت جدید اومد، ولی اون موقع گزینه مارول علیه دیسی بیشتر انتخاب شده بود توسط کاربران. ولی خب اونا از همون موقعی که به قولن مورتال کمبت 11 رو عرضه کردن، طبیعتاً بلافاصله بعدش روی پروژه شروع کردن به کار کردن که با این نتیجه که داشته و اومده مورتال کمبت 1، طبیعتاً روی پروژه مورتال کمبت کار میکردن، نه اون 3 تا گزینه دیگه. اون نظرسنجی هم یه چیز فرمالیته کلان الکی و چرت و پرت بود. خب از اینا که بگذریم، میریم سراغ خود بازی. اول اینکه این بازی چرا اسمش مورتال کمبت 1؟ اصلا مگه ما مورتال کمبت 1 نداشتیم؟ خب جوابش اینه که نه، ما مورتال کمبت 1 هیچ وقت نداشتیم. اون اولین نسخه مورتال کمبت که سال 1992 عرضه شد و روی پلتفرم آرکید اجرا میشد، اسمش مورتال کمبت خالی بود، مورتال کمبت، و شامل شخصیت‌های کینو، لوکنگ، ریدن، جانی کیج، اسکورپیون، ساب زیرو و سونیا بود. داستان سری بازی مورتال کمبت شامل 3 تا تایملاین یا خط زمانیه که خب تایملاین اول مربوط به نسخه اول تا 7م بازیه، تایملاین دوم مربوط به نسخه 9 تا مورتال کمبت 11 و تایملاین سوم هم که از مورتال کمبت 1 شروع میشه. و خب توی 2 تا تایملاین اول عملا تغییر خیلی خاصی در داستان بازی ایجاد نشد. کاراکترها همون کاراکترها بودن و بک استوریشون هم هیچ فرقی نمیکرد. اما خب توی مورتال کمبت جدید بک استوری خیلی از کاراکترها تغییر کرده. مثلا الان اسکورپیون و ساب زیرو با هم برادرن و خب ساب زیرو برادر بزرگی اسکورپیونه، ساب زیرو بیهانه و اسکورپیون کوایلیانگه، در صورتی که خب توی مورتال کمبت قبلی کوایلیانگ ساب زیروی جوان‌تر بود و اسکورپیون هانزو هاساشی بود.
الان از هانزو آساشی هیچ خبری نیست، البته تا الان، چرا که مثلا ما توی اندینگ شخصیت اسموک میتونیم ببینیم که اون داره تعریف میکنه که یه پسر جوان به نام هانزو آساشی به قبیلهشون اومده و خب دارن تعلیمش میدن. یا مثلا توی مورتال کمبت قبلی ما یه نژادی داشتیم به نام تارکاتان. این شخصیت ها که این شکلی هستن مثل کاراکتر باراکا بهشون میگفتن تارکاتان، اما الان تارکات یه بیماریه و تارکاتان کسی که به این بیماری مبتلا میشه و خب هر کسی که این بیماری داشته باشه توی هر شهری که از اوتورد زندگی کنه از اونجا تبعید میشه. یه تغییر جالب دیگه‌ای که این بازی داشته در مورد شخصیت ملینا و کیتاناست. اول به قیافه ملینا نگاه کنید، مثل بازی قبلی صورتش اون شکلی نیست، یعنی با کلا شبیه تارکاتان ها نیست، ولی به بیماری تارکات مبتلاست و هر از چندی که بیماریش عود پیدا میکنه اون مجبور میشه که به خودش یه دوز از یه داروی خاصی تزریق کنه که بیماریش بخوابه. نکته دومیش اینه که ملینا دیگه ساخته شخصیت شنگسونگ نیست و خواهر تنی کیتاناست و اینا با هم دو قلو هن. اما خب از اونجایی که ملینا چند ثانیه زودتر به دنیا اومده الان خواهر بزرگه محسوب میشه و اون وارث حقیقی تاج و تخت اوتورد محسوب میشه و خواهرش هم داره توی این مسیر بهش کمک میکنه، در صورتی که خب توی مورتال کمبت های قبلی رقابت خیلی شدیدی بین این دو نفر بود. و خب با این تاریخچه جدید از کاراکترها داستان شروع میشه و به نظر خودم داستان جالبی داشت مورتال کمبت 1، اما مشکلش اینه که خب انگار کلا استودیوی ندرن و ادبون سعیشون برای اینه که کلا داستان رو همونجا تمومش کنن. مثلا اگه شما فیلم سینمایی سری و خشن 10 رو دیده باشید میبینید که پایان باز داره و خب ما رو منتظر میذاره که بریم و سری و خشن 11 رو ببینیم که خب این فیلم در سال 2025 قراره بیاد. یا مثلا حتی سریال فرار از زندان اگه دیده باشید آخره فصل به هر حال یه اتفاقی میفته که ما مجبور میشیم بریم فصل بعدی رو هم تماشا کنیم، اما مورتال کمبت اینطوری نیست و خب در انتهای داستان بازی ما هویک تایتان رو میبینیم که وارد تایملاین لیوکنگ میشه و خب الان معلوم نیست که دقیقاً قراره چیکار بکنه. به نظر من هویک کاراکتری هم نیست که عملاً بخواد چیز خاصی داشته باشه که ما بگیم واو هویک الان میخواد چیکار کنه، اما نه اینطوری هویک نیست. ولی اگه بجاش مثلا کاراکتر اوناگا میومد قطعاً داستان چیز بهتری ممکن بود ازش در بیاد. حالا بازم برای ادامه داستان بازی مورتال کمبت قضاوت خیلی زوده. داستان بازی در کل یه سری نکات مثبت و منفی داره. اولین نکته مثبتش اینه که خب اون داستان تکراری مورتال کمبت دیگه برای ما 2 مرتبه تکرار نشده تو این بازی جدید. همتون احتمالاً این داستان تکراری مورتال کمبت رو میدونید که داستان از اینجا شروع میشه که خب اوتورد و ارثرلم دارن با هم تورنمنت انجام میدن و 9 تا رو اوتورد برده ولی دهمی رو ارثرلم میبره که خب لیوکنگ تونسته گروه و شنگسونگ رو شکست بده داخلش. این داستان دوباره برای ما تکرار نشده و خب اولین نکته مثبتش به نظر من اینه. نکته مثبت دوم بازی اینه که فعلا خبری از اون کاراکترهای تفنگی نیست و داستان داره در یک دوران خیلی قدیمی اتفاق میفته. دیگه اگه بخوام براتون بگم ما شاهد کاراکترهای دوره سه‌بعدی بازی مورتال کمبت شدیم و اونم کاراکترهایی مثل داریوس، مثل نیتارا، مثل هویک، آشرا، لیمی، موتارو، سرینا و شوجینکو. شاید ما مثلا در DLC های بعدی این بازی شاهد شخصیت‌های حتی مثل کوبرا، کیرا، دایرو، هوتارو و حتی درامین هم باشیم. داستان شامل یه سری چیزای جالب دیگه هم بود. مثلا اگه دقت کنید یه سری از دیالوگای بازی مورتال کمبت 9 داخل این بازی وجود داشت. دیگه این که مثلا یه سری صحنه‌های جالب دیگه هم بود، مثلا لاس زدن جانی کیج و کیتانا یا مبارزه کنشی و ارمک و تیکه پاره شدن و جر خوردن و به فنا رفتن و سوختن و داغون شدن و نابود شدن توسط اسکورپین.
و خب در کل بازی داره گرافیک بسیار بالاییه که خب باعث میشه که ما این مناظر بسیار زیبا رو داخل بازی ببینیم. اینجا رو نگاه، چقدر شبیه حافظیه خودمونه. ولی خب این بازی ایرادای کمی هم نداره که خب اولیش به نظر من شخصیت تانیاست. اگه ویدیو قبلی منو دیده باشید میبینید که من هی دارم به دیورا هی فوش میدم و هی بهش حرف میزنم، اما هیچ وقت فکر نمیکردم که ندرل بیاد شخصیتی مثل تانیا که اینقدر خب حالا به هر حال جذاب بوده و حرکات خیلی خفنی توی مورتال کامبت ایکس داشته باشه رو بیاد اینقدر داغون بکنه داخل بازی. اول اون قیافه آشغالش، دوم اون سلاحش. من نمیفهمم این چیزی که دست تانیاست یه سلاحه یا یه شلنگه. این تانیا جدیده با اون شلنگ توی دستش منو یاد این زنایی میندازه که بد اخلاقن و میافتن دنبال بچه‌ها که بخوام با شلنگ بزننشون چون سر صدا نکنن و بازی نکنن. عملاً کار تانیا هم توی بازی جدید فکر کنم همین باشه. دو، این گروه مسخره اومگادی است. اولا که من با اسمش خیلی مشکل دارم، اصلا نمیفهمم اومگادی یعنی چی؟ اومگادی. دو، این که خب یکی مثل تانیا که رئیسشون باشه، خب معلومه دیگه چه گروه داغونی هست. اصلا داستانشون اینه که خب اینا اولین دخترهای هر خانواده از اوتورد محسوب میشن که خب چون به اختیار خودشون هم نیست باید بیان داخل به قولن ارتش اوتورد تعلیم ببینن تا بتونن از خانواده سلطنتی اونجا محافظت کنن. کجان اون سربازای خفن شنگ سونگ و اون ارتش خفن شاوکان. یه ایراد خیلی بدی که به بازیای مورتال کامبت ندرل وارده اینه که انگار از کاراکتر شاوکان خوششون نمیاد. خب اول از همه توی تایملاین اول شاوکان خیلی کاراکتر خفنی بود. مصداقش میشه این ویدیو از کانال ورد آف فکتس. ولی وقتی که مورتال کامبت 9 و ایکس و 11 اومد، این کاراکتر شاوکان ضعیف‌تر شد. توی مورتال کامبت جدید که اصلا دیگه کان نیست، اسمش هست جنرال شاو، یه ژنراله دیگه. این که بازیایی که توسط ندرن و وارنر برادرز درست شده ایراد کلی همشون، یعنی مورتال کامبت 9 و ایکس و 11 و 1 و دوتا بازی اینجاستیس، اینه که داستان چپتر بندی شده است. مثلا چپتر اول جانی کیج، چپتر دوم سونیا بلید، چپتر سوم اسکورپیون، چپتر چهارم سایرکس. این کار باعث میشه که خب ما بفهمیم که در ادامه داستان چه اتفاقی قرار بیفته. اسکورپیون قراره همه رو شکست بده، سایرکس قراره همه رو شکست بده. یا مثلا توی اینجاستیس میدونیم که بتمن قراره همه رو شکست بده، آکومن همینطور، فلش همینطور. توی بازی اینجاستیس گادز امانگ اس اومدن از جهانهای موازی استفاده کردن. یه سوپرمن از دنیای موازی میاد سوپرمن داستان ما رو شکست میده. توی مورتال کامبت 11 چه اتفاقی میفته؟ از دستکاری زمان به قولن استفاده میشه. کاراکترهای از گذشته میان به زمان حال و خب همدیگه رو شکست میدن. توی بازی جدید هم تایملاین های موازی هست و خب دو تا ایرادی که بهش وارده اینه که خب اولا که ایدهش تکراریه، ثانیاً یه ایراد خیلی بزرگی که به نظر من وجود داره اینه که افراد تایملاین لیوکنگ منطقی ترن و خب اونا توشون هم کاراکتر بد هست هم کاراکتر خوب. اما هر کسی که از تایملاین شنگ سونگ اومده چطور میتونه بد باشه؟ همشون بد باشن؟ اگه میشه؟ اصلا اگه خوبی نباشه بدی چه معنی داره؟ و اگر بدی نباشه خوبی چه معنی داره؟ توی بازی‌های قبلی هم ما دیدیم که شخصیت‌ها خودشونو پاره می‌کردن که مورتال کامبت آخر رو برنده بشن. این توی مورتال کامبت 9 و حتی انیمیشن‌های مورتال کامبت خیلی خوب به چشم می‌خوره. چرا که این مسابقه یه مسابقه جدیه که اگه ارثرلم اونو ببازه، اوتورد عملاً میاد ارثرلم رو نابود میکنه. اما توی این بازی جدید تورنمنت مورتال کامبت یه انگار یه چیز خیلی فرمالیته و الکیه
که خب اینطور که توی داستان گفته شده، اینطور که ما از سیندل میشنویم، اون میگه که یه مسابقه که لوکنگ و همسر سیندل یعنی پادشاه جرد اومدن تدارک دیدن برای صلح، برای اینکه صلح بین رلم ها برقرار باشه. آخه من نمیفهمم، میان تو سر کله هم دیگه میزنن که با هم صلح کنن. به قول کیودیپای منطقیه. مثلا ما تو داستان دیدیم که ریدن اومد ریکو و جنرال شاو رو شکست داد. خب اونا که بیشتر ازش دلخور شدن که هیچ صلحی برقرار نشد، که تازه بیشتر کینه ایشون هم کرد. و در انتها به نظر من گیم پلی بازی خیلی جالب نیست، اگرچه خب از یه ایده جدیدی به نام کمیو استفاده شده که من خودم خیلی دوست دارم این قضیه رو. خب ولی در کل گیم پلیش خیلی جالب نیست. کمبو زدن خیلی راحت تر شده داخل بازی و اینکه یه کمی اون کمبوها به دل نمیشینه. عین دوره سه‌بعدی شده که خب مثلا مورتال کامبت آرماگدن که ما میدیدیم کاراکترها تو هوا همدیگه رو میزدن، الان هم این شکلی شده تقریبا. مثلا کاراکتر نیتارا تقریبا این شکلی شده یا شخصیت‌های دیگه. حالا بیاید مقایسه کنیم مثلا گیم پلی اسکورپیون توی مورتال کامبت 1 با گیم پلی اسکورپیون توی مورتال کامبت X. در کل بخوایم بگیم مورتال کامبت جدید از یه لحاظ هم بهتر از قبلی بود، هم از یه لحاظ بدتر عمل کرده بود. در کل من که باش خیلی مشکلی ندارم و امیدوارم که توی سریای بعدی این بازی بهتر بشه. ولی خب اینم یادم رفت بگم، ایراد اصلی که من به دوتا بازی آخر میگیرم کاراکتر اسکورپیونه. اسکورپیون همتون میدونید که رمز معروفش اینه که با زنجیر و کونای طرفو به سمت خودش میکشه و میگه get over here یا come here. این وایس از بازی اول تا بازی دهم همیشه ثابت بود. اما توی بازی 11 و بازی 1 اومدن یه صدای دیگه گذاشتن که به مراتب خیلی صدای داغونیه. خب حالا ما غر زدن رو بس میکنیم و خب از اونجایی که منو میشناسید میدونید که من هر ویدیویی که در مورد مورتال کامبت باشه در انتهاش میام 3 تا نکته جالب در مورد این بازی رو به شما میگم. نکته اول، تو اولای بازی ما با یک کاراکتر خیلی جالبی آشنا شدیم به نام خانم بو یا مدن بو. خیلی‌ها فکر میکنن که این مدن بو در واقع همون بورایچو از مورتال کامبت‌های قبلیه که خب اونجا مرد بود الان زنه. چون که توی مورتال کامبت‌های قبلی هم قبل از این که لوکنگ و کونگلاو بشن شاگردای ریدن، قبلش زیر نظر بورایچو تعلیم میدیدن. الان هم کونگلاو و این ریدن جدید که جاش با لوکنگ عوض شده زیر نظر مدن بو تعلیم دیدن و حالا هم رفتن زیر نظر لوکنگ. ولی خب من یه روزی یه جایی که کامنت گذاشته بودم زیر یکی از ویدیوهایی که مربوط به این بازی بود، یکی اومد کامنت همو ریپلای کرد و گفت که مدن بو شاید همون پیرزنی باشه که ما توی مورتال کامبت X پرتش میکردیم به سمت حریف توی استیج اوتوردز مارکت پلیس. اینا رو گفتم تا برسم به این پیرزنه. این پیرزنه بچه‌ها علاوه بر اینکه شما میتونید پرتش کنید به سمت حریف، 2 تا بروتالیتی خیلی باحال میتونید باش انجام بدید. Predator wins. Flawless victory. Predator wins. Flawless victory. نکته دوم، توی پک اول مورتال کامبت 1 یه کاراکتر مهمان اومده به نام آمنی من از سریال انیمیشنی اینوینسیبل یا شکست ناپذیر.
ایشون صدا پیشش آقایی به نام جی کی سیمونز. کسایی که مثل من فیلم ها و انیمیشن ها رو به زبان اصلی نگاه میکنن با صدای این آقا خاطره دارن، چرا که صدا پیشه شخصیت هایی مثل کای توی پاندای کنگ فو کار 3 بوده. Aha! You must be the Dragon Warrior. And you must be Kai. شهردار شیردل توی زوتوپیا. As mayor of Zootopia, I am proud to announce that my Mammal Inclusion Initiative has produced its first Police Academy graduate. تنزین توی افسانه های کورا. My relocation has been delayed. The Avatar, on the other hand, will be heading back to the South Pole immediately. و واردن توی مگامایند یا همون نابغه. Titan has to be stopped. Sorry, Megamind, you still have 88 life sentences to go. Plenty of time to reflect on what you've done. علاوه بر اینا، ایشون 2 تا نقش خیلی معروف و جالب بازی کرده. اونایی که فن اسپایدرمن باشن، توی اون اسپایدرمن‌های قدیمی با شخصیت جی جونا جیمسون آشنا هستن. Zerk, and we don't have pictures. Where were you? Photographing squirrels? You're fired. Chief, the planetarium party. Oh, right. You're unfired. I need you. Come here. حتی اونایی هم که مثل من نگاه نمی‌کنن اسپایدرمن، قطعا این کاراکتر رو میشناسن، چرا که میم معروف اینستاگرام و یوتیوبه. نقش دوم این آقا مربوط میشه به فیلمی به نام ویپلش یا شلاق. برعکس اسمش، این فیلم یه فیلم خشن نیست، یه فیلم موزیکاله که خیلی هم فیلم جالبیه و من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما نگاش کنید، چرا که این آقا اولندش به خاطر این فیلم اسکار گرفته، ثانیاً مورتال کمبت یه دیالوگ از این فیلمو داره داخل خودش. نگاه کنید. You know, you could use some anger management training. Get out of my sight before I demolish you. If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, I will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. نکته سوم، توی داستان بازی جانی کیج در حین صحبتاش به فیلم‌های معروفی ایستر اگ میزد. یکیش فیلم پردیتور بود. To catch me, they must see me. Damn. You didn't tell me you could go full predator. که خب شخصیت پردیتور هم توی مورتال کمبت ایکس کاراکتر مهمان بود، اما مهمتر از اون مربوط میشه به اینجا. سایزاث یا همون رپتایل داره تعریف میکنه در مورد خودش که چرا به شنگسون کمک کرده. اون گفته بود که خانواده‌اش رو گروگان گرفته بود و مجبور بود که برای اون خدمت کنه و جانی کیج این حرفو میزنه. Well, that's an offer you can't refuse. My father made him an offer he couldn't refuse. I'm gonna make him an offer he can't refuse. I'll make him an offer he can't refuse. I'll make an offer he don't refuse. Don't worry. خب بچه‌ها، این بود از مورتال کمبت. حالا چون که در ابتدای ویدیوی اشاره من به پاندای کنگ فو کار 4 کردم، یه چیزایی هم در مورد اون بهتون میگم. اول اینکه تریلر خیلی خفنی داشت، واقعا تریلرش جالب بود. ثانیاً اینکه ما شاهد یه شخصیت جدید بودیم، یه روباه که خب در ادامه ما بهتر میشناسیمش و به نظرم شخصیت جالبیه، چرا که اولا ما میفهمیم که اون یه مجرم تحت تعقیبه. ثانیاً اینکه میبینیم حرکت‌های خیلی خفنی به همراه پاندا انجام میده. دو اینکه اول تریلر پاندا به استاد شیفو میگه که من قرار نیست دیگه جنگجوی اژدها باشم و خب انگار قرار پاندا این شخصیت جدید رو تعلیم ببینه، اینطور که من از اینجا فهمیدم و خب توی اینستاگرامم یه پست دیدم که یه همچین موضوعی رو مطرح کرده بود. ثالثاً انگار خبری از اون گروه 5 نیست، اون 5 تا شخصیت که خب باید تا زمان اکران انیمیشن صبر کنیم، چرا که شاید حضور داشته باشن، ولی خب هیچ جای تریلر ما ندیدیمشون، که اگه نظر منو بخواین من میگم چیز اوکیه. مخصوصا من که اصلا با شخصیت میمون و افعی حال نمی‌کردم، مخصوصا افعی. چیز دیگه‌ای که میتونم در مورد این تریلر بهتون بگم اینه که ما شاهد شخصیت تایلانگ هستیم دوباره و دیدیم که اون شیپ شیفتره تونست خودش رو شبیه تایلانگ و حتی پاندا بکنه. شاید این شرور جدید اونقدری قدرتمند باشه که تایلانگ و پاندا بخوام با هم متحد بشن علیهش، چرا که دیدیم تایلانگ تونست همه رو شتک بکنه اما اون شیپ شیفتره رو نه. و اینکه امیدوارم این شرور جدید به اندازه اون 3 نفر خفن باشه. واقعا تایلانگ، لورد شن و کای شخصیت‌های خیلی فوق‌العاده‌ای بودن، مخصوصا لورد شن و تایلانگ شخصیتی بود با انگیزه بسیار بالا، لورد شن با اباحت بسیار بالا
و خب برای پو یکم شخصیت ترسناکی بود، چرا که فهمیده بود اون باعث و بانی قتل مادرشه. و خب کای هم شخصیتی بود که قدرت بسیار زیادی داشت و چیه هر کسی رو که دلش میخواست میتونست به دست بیاره و نزدیک بود که چیه پاندار هم به دست بیاره. چیفو خوب تعلیمتون داده، اما همه چیز رو یادتون نداده. بوگا رو آماده کن، باید کشتی رو بار بزنی. بجام! 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 را بیافتین! را بیافتین! خب الان هرچیو که ساخته از بین میبرم. اینم از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. شرمنده که به مدت طولانی نبودم. البته خب اینو توی ویدیوی قبلیم قبلترش و قبلترش هم گفتم، چون گرفتار کارها و درس‌ها من هفته آیندهم یه امتحان دارم، امتحان درس تخصصی رشته هم هست. و اینکه خب خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها یه ویدیو جدید گذاشتم. حمایت کنید، لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید، با دوستاتون شیر کنید. و اینکه مرسی، سی یو، خدا نگهدار.